همین توجدین ویدیو کده میگه که باید سایتی زنکی که به تمام باید نویسنده باشم توش داده باشم کدام همین کار کده نسبتی تو آپا شای اوچا شای خوار شای این همین تی ازنش بشه من سه موشی در خونه خدایم من خسام خورده بودم یکون زور تلیزی نمیکنم من دشمنی تمشنی من در مسکو تر پیشم نمی آوردم گفتی اکا قطیم ویدیو که سایتم پیش برو سر لباس کردیم اینت نمیکنیم نو برادریت کردیم چی با ما لبای کسا برادری میکنیم آخر در پروتیفیکمون میره یا نو تو خیسی تو یک کسا نمیپرسی مرا یا تو چو که یکی ویدیو کنی مرا چور نمیکنی تو یا بر مرا زنگ نمیزنی تو اسکورا میگن همیجا میوی من ایرپورت قید تو میخرم او گپایی که تو گفتگی کو او اسکورا جواب سوال داره ای پدنالات یگون 11 در پشت جواب گفتن میتونه وقتی من پیش رفتم توجدین میبینم حاج زیزه را سیمیا قرات کردی شون امسی را لذید کردی با مرا توجدین بانومی الو بای خلی روزت پیش نمیروا راسیا خونی ما پدنالات نیم راسیا میدونید ما بلا لبای کورا بگم تدا میکنم نه که تو رنگی ما کم بغل بچه ما دشمنی تو میشدیم ترا پیشم نمی آوردم قطید ویدیو نمیکردم قطعی چای نمیخوردم سر فرمات نمیکردم چی به ویدیو میکنی مرا با چور نمیکنی یا روز میبینیم تعریف اون میکنیم با یه روز یک گپی دیگه آخه فرد میگن همین جمعی تو خیال نکه در این زمینی مقدس ما ترا هیچ کنم میکنم ایرپورت ای حرام بیرم ما ترا میگیرم هر یار است من دای دارم پاتی حرام آخه چی به تو ایما میبینی یک کسی ویدیوت کرد خدا خورد کنه پات با خدا میگم توجدین جون تو سر تمه خیری خیال نکه تو بایی بیناموسید بایی دیونگرید روز میبری تو سر تمه خیری ایراد نرو اما آدمی که ترا همین ویدیو را کده تو پروست زن میدوشی من سری دستم میگرفتم که این کاری من نیست والله بالله قسم قطعی اوچم در یه هفته یه بار گپ میزنم من وقتی ندارم من ایدمی کارو برم من سه موشی دامی جایم من قسم خورده بودم که همین کارو نمیکنم دیگه اکید من بدونم تو 200-300 هزار پادپیچی داری من بگم بیا پشتی خواهی بخپم او پاد با گداگی با طالباندگی پدنالات پادپیچی جمع کردیسی من چیتر لذید کنم در هر یا ویدیو لایک میمونم تعریفم میکنی بو میخیزی هر گپ میگی والله قسم سر تمیخیری اینا گفتم من بچه ها همون ویدیوی توجیه دیدم با آخرش دا میگه که کاک بودم او را زنزده باشم و گراجت کرده باشم کورچه قطعی تد میکنم تا یه پدنالتی روسیو الله خورو زلیلت کنه پاتی بوگین چی به دروغ میگی اگر ما میره زنگ زده باشم برادرو مرا الله خورو زلیل کنه مرا چور نیست پیسکا کده گه اخی ما بگم تو دا بدی کنم هر یا براتان دارم دا مسکو هر یا برای چکای والله میکشند پاد وای او دز فیزیولوژی دزن از زندگی بزارن همین طور حرامی بوگین میکشند نه که اخی الله خورد کنه کسی چیزت بگه تو با ما میبینی ما فهمیدیم تو بکتر کدام شرکت آوردنی های معروف می آورد معروف همین ایدم چوا می آورد پاد نه که اتو موری از سیگاری کم بغلی دسترویکا کار میکنی ما چی ترا لذید کنم تو نه پادپیس چی که بسیار داری که ما روی تو آودیتوریا بخپم 4 پادپیس چی که داری پاد بگداگی و جیجی ماشینیکای و داخلو فایر اما 100% دکازات میکنم مردم توجیکا به نهایت فریب کردگی مردم غریبا 600,000 سومون زبور شد پولا گرفت عروض بازی کرد وینو میخره دیسکی میزنه کیف میکنه عروض بازی کرده گشت در دوبای و جزیزه ماشینیک سلام درودی به پایان برادران عزتمند یال قدر ما امیدوارم خوب هستین سلامت هستین الله متعال در کسب و کار و بار امروزتون برای موفقیت نصیب عطا کنه الله مهربان کدام چی مشکلی داره مشکلاتون آسان کنه برادرای دور وطن ما را الله مهربان به وطن بر بگردونه و اما وقت سرجم باشین در سر یک دسترخوان و خدا کنه که هنوز سرجمیتون الله متعال هیچ وقت پریشان نکنه. با شما صحبت کردن برای من خیلی یک گره خرسن میشم در یک چه بگم که برادری که سخن خوب میگن کامنتی خوب میکنن باور که کرتا گوش میگیریم
و به معنای مجازی می شود در زبان تاجیکی. خیلی خرسند میشیم برای بارداری که یک دعا میکنن در ما هم از همین کنج خلبت غریبی در شما دعا میکنیم و شما هم در ما بارداری دعا باشین. اما اکوی که من شما قرضدار هستم اکر اکو التماس با صبر باشین، با دعا باشین، در نمازاتون با دعوتون دعا کنین، دعاگو باشین، با صبر باشین. الان میگم صبرتون بیتر تمامی همونتونم من تمام نوشتگیم با دعا باشین تا هم مشکلی شما هم بگرین ما را. اما نامید نیستیم از قلبی بود میشم گوی وقتا زید میشم. ما همیشه باز همون وعدهایی که الله برای هر یک بنده داده پیشی نظر میآید و پیش خیال میآید و در گوش میآید با میگم که الله اکبر کبیر تعالی، الله اکبر، الله بزرگ است. زنده باشین، آباد باشین. ما از زمان جوانه هم 30 سال خودم التماس میکنم باردارا همین خطاگی خودم در زندگی کلم به شما تاکید میکنم باردارا همین خطاگی رو نکنید. هم وقت نمازاتون رو بخونید. ای خدا که دور باشی والله قسم به لبای راه میره، به کیف هم میره، به دزدی هم میره، به غریش هم میره، به همه راه میره. ای خدا که دور باشی. میدونم مشکلی به سر انسان میزنه، انسان بر هر راه میره و نه وقتی که هر یک بنده لایق هدایت وقتی همین در دلت خداوند یک چیز داد انشاءالله ما امیدوارم از پروردگار و هر یک کس وقتی که توبه کنه الله میگه من امیدوار هستم که هیچ وقت الله دعای او را به اجابت نمی‌آورد، قبول میکنه همه وقت دعای او. خدایا وطن عزیز ما را بازم زیباتر و شکوفانتر که خدایا هر یک بیماری هست شفاشون بده. خدایا هر یک غریبه که دور ای وطن به نزد پدر مادر ساق سلامت بیارو برای کارش بده. سربازانی که به جان خود نگاه نکرده مرزهای ما را نگاه میکنن خداوند در پناه تو نگهشان بدار. یا الله بزرگ سربازانی که در مرز محافظت وطن کردن از دنیا گذشتن رحمت و مغفرتشون که خدایا هر کسی که بخونه در زمستان خنک صاحب خونه‌اش بکه. خدایا همه یتیما را در پناهت نگه بدار و همه مردم مسلمان تاجیک شایسته دیدن خانه خودت بگردان. الله بزرگ پدرو مادرم را در پناهت نگه دار. بگذار همه وقت در تار سرمان باشن، زنده و سلامت باشن. خدایا این ورزشگرمون که چمپیون بود رحمت و مغفرت شایسته جنتش که. خدایا قابل جانم دادرک ما را که تمام دنیا را تکان داد مرگش مرتبه بلندترین جنت نصیبش بگردان و مادر قابل جان صبر جمیل بده. آمین.